شهر سوچی رو ترک کردم و با عبور از کوههای قفقاز غربی دوباره به دشت‌های پهناور روسیه رسیدم. اما بعد از حمله هوایی دوباره یه چالش دیگه در انتظارم بود. اونم این که دارم موازی مرزهای اوکراین حرکت میکنم و اینجا جاده‌های لوجستیک نظامی است. و موقع ورود به روسیه بهم گفته بودن حق ندارم که نزدیک این مناطق بشم. حالا برای اینکه از این جاده فاصله بگیرم توی روز مجبور شدم 14 ساعت مداوم رانندگی کنم. کاروان‌های نظامی رو می‌دیدم و بیشتر گاز می‌دادم و بیشتر رانندگی می‌کردم. و حالا یه مشکل دیگه داشتم. اینکه مجبور بودم تو بزرگراه رانندگی کنم و به همین خاطر عوارض خیلی بالایی پرداخت کردم. یادم میاد توی یه روز شاید بیشتر از 5000 روبل پرداخت کرده باشم.